به نام خدا. با عرض سلام وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 22 از شیمیایی 1 رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل یک تمرین داده بودیم و آنتالپی تشکیل بلورها رو توی اون تمرینات توضیح داده بودیم توی مثال‌های قبل. حالا این تمرین رو با هم دیگه حل بکنیم. حالا به عنوان آخرین مسئله‌ای که توی این قسمت حل می‌کنیم و بعد انشالله می‌پردازیم به ادامه مباحثمون. این تمرین گفته که داده‌ها بر اساس داده‌هایی که داده آنتالپی تشکیل بلور RB2 یا روبیدیوم 2O رو محاسبه کنید. خب یه پیوند یونی هست بین روبیدیوم و اکسیژن. حالا مطالبی که داده یا داده‌هایی که به ما داده که آنتالپی تسعیر یونش و آنتالپی ترکیب، معمولا همه مواردی که ما نیاز داریم رو بهمون داده، فقط ما باید دقت کنیم با توجه به پیوند یونی که قرار ایجاد کنیم بین روبیدیوم و اکسیژن چه مقدار از این آنتالپی ها رو لازم داریم. مثلا باید در یه عدد ضرب بشن، بر یه عدد تقسیم بشن، یا باید خودشون رو گذاشته بذاریم و توی محاسبه شرکت بدیم. خب دقت بکنید برای که این کار رو خیلی راحت‌تر انجام بدید، همونطور که توی جلسه قبلی بهتون گفتم، بهتره که اول بیاین واکنش تشکیل اون یون رو حتما بر خودتون بنویسید. به عنوان مثال اینجا RB2O رو من میخوام بسازم، باید حتما با توجه به این چیزی که قراره بسازم عنصرهاش رو بنویسم. من باید 2 تا روبیدیوم داشته باشم با یه دونه اکسیژن. خب من اینجا 2 رو یادم رفته بذارم، حتما خودتون 2 رو بذارید. پس من 2 تا روبیدیوم نیاز دارم برای ساخت این و یه دونه اکسیژن. خب یه دونه اکسیژن باید 1/2 O2 اینجا وارد کنم که زمانی که میخوام آنتالپی ها رو بنویسم خب خیلی راحت تر میتونم با استفاده از این واکنش تشخیص بدم که آیا لازم هست در عددی ضرب بشه یا بر عددی تقسیم بشه یا نه. خب همونطور که گفتم اولین کاری که میکنیم ما کاتیون رو آماده میکنیم و بعد میریم سراغ آنیون. خب کاتیون ما الان 2 تا RB داریم، درسته؟ اولین کاری که میکنیم چون جامده، باید اولین کاری که میکنیم اونو به حالت گازی در بیاریم. پس میشه روبیدیوم میدهد روبیدیوم گازی. خب اگه من یه دونه روبیدیوم داشتم، خب دقیقاً دلتا اچ تسعید رو براش مینوشتم. اما من 2 تا روبیدیوم دارم، بنابراین باید برای 2 تا روبیدیوم این کار رو انجام بدم. پس دلتا اچ تسعید من 2 برابر میشه هر چی هست، درسته؟ خب مورد بعدی دوباره این که من حالا به حالت گازی درش آوردم، باید تبدیلش کنم به یون، درسته؟ یون مثبت. خب بازم اگه یه دونه روبیدیوم داشتم، خب روبیدیوم گازی میشد روبیدیوم مثبت گازی یا کاتیونش به اضافه یه دونه الکترون که بهش میگفتم دلتا اچ یونش و دلتا اچ یونش رو مینوشتم. اما نگاه کنید شما 2 تا RB دارید که باید به RB مثبت تبدیل بشه. پس همین واکنش رو شما 2 برابر میکنید. پس میگید 2 تا RB میدهد 2 تا RB مثبت به اضافه 2 تا الکترون. پس دلتا اچ هم که به دست میاد باید ضرب در 2 بشه. خب من کاتیونم آماده شد، 2 تا RB مثبت هم آماده است. خب باید حالا اکسیژن رو آماده کنم دیگه. خب اکسیژن هم همینجا نوشتم که من 1/2 O2 نیاز دارم. اگه شما 2 تا اکسیژن رو نیاز داشتید باید می‌نوشتید O2 میدهد 2 تا اکسیژن و دلتا اچ تفکیک رو براش میذاشتید. اما نگاه کنید شما فقط یه دونه اکسیژن لازم دارید. پس باید این واکنش رو بنویسید 1/2 O2 میدهد یه دونه O. پس دلتا اچ تون هم اینجا نصف میشه، درسته؟ دلتا اچ تفکیکتون هم نصف میشه. خب زمانی که تفکیک رو انجام دادیم، الان برای یه دونه اکسیژن ما باید انرژی الکترون خواهی رو بذاریم. اکسیژن به اضافه یه دونه الکترون میشه او یه بار منفی. پس دلتا اچ اولین الکترون خواهی رو براش می‌نویسیم که معمولا گفتیم تو بعضی از موارد الکترون خواهی منفی هم میتونه باشه. خب برای اینکه با اکسیژن حتما باید 2 بار منفی باشه که بتونه به RB واکنش بده، انرژی دوم الکترون خواهی هم لازم داریم. پس او منفی به اضافه یه دونه الکترون دیگه میشه او 2 بار منفی که دلتا اچش هم براش می‌نویسیم. حالا برای ما کاتیون و آنیون رو باید با هم واکنش بدیم و انرژی شبکه رو براش بنویسیم که گفتیم این مرحله بسیار گرمازاست و تمام پیوندهای یونی به خاطر این مرحله است که راحت میتونن پیوند تشکیل بدن. خب 2 تا RB مثبتی که داشتیم و به اضافه او 2 بار منفی میکنیم تشکیل R2B میده که ما میخوایم، درسته؟ پس چون از کاتیون و آنیون ایجاد شده و شبکه‌ای رو برای ما به وجود میاره، بهش میگیم دلتا اچ شبکه یا انرژی شبکه که حالا مقدارش رو هم خودش مسئله بهمون داده بود و مینویسیم. خب ما دیگه تموم شد، همه مراحل رو براش نوشتیم.
حالا دلتا اچ اف یا دلتا اچ کلی این واکنش رو بخوام بنویسیم، باید تمام این دلتا اچ هایی که حتی تغییر دادیم و تغییر ندادیم فرقی نمیکنه، دلتا اچ هایی که برای این واکنش در نظر گرفتیم و همه با هم جمع جبری کنیم و جواب دلتا اچ اف رو به دست بیاریم که اینجا به دست اومده براتون. یه لحظه. خب بریم سراغ انواع یون ها. دقت کنید ما یون های مختلفی داریم، درسته؟ حالا ما میخوایم انواعش رو دسته بندی کنیم و براتون بگیم. بعضی از یون ها بهش میگن یون های گازهای نجیب. حالا چرا به چه دلیل بهشون میگیم یون های گازهای نجیب؟ حالا میگیم توضیح میدیم خدمتتون. این یون ها با گازهای نجیب هم الکترونند. تمام آن یون های یک اتمی یا همون تک اتمی در این دسته قرار دارند. دو نوع یون گاز نجیب وجود داره. یکی یون های H2 که شامل یون هایی هستند که با هلیوم هم الکترونند، مانند مثلا H منفی الای مثبت Be دوبار مثبت، و یا یون هایی که به S2P6 ختم میشن که ظرفیتشون 8 الکترونیه. خب پس یون هایی که وقتی یون میشن، یعنی اتم هایی که به یون تبدیل میشن، حالا معمولا چه کاتیون چه آنیون فرق نمیکنه، وقتی آرایششون به آرایش گاز نجیب میرسه به اینا میگن یون های گاز نجیب، یعنی یون هایی که وقتی به وجود اومدن آرایش گاز نجیب رو پیدا کردن. خب اکثر یون های ما اینجوری هن. حالا عنصرهای واسطه رو اگه بذاریم کنار، اکثر عنصرهای اصلی ما همین حالتن. زمانی که به کاتیون و آنیون تبدیل میشن دقیقاً به این دلیل تبدیل میشن که برسن به آرایش گاز نجیب. حالا به شما گفته آرایش گاز نجیب هم دو مورد هست، یا به آرایش هلیوم میرسن که H2 یا به آرایش H2P6 میرسن که برای سایر گازهای نجیب هست، درسته؟ پس دوباره تکرار میکنم، به یون هایی که وقتی به کاتیون آنیون تبدیل میشن یعنی یون میشن به آرایش گاز نجیب میرسن بهشون میگن یون های گاز نجیب. مورد دوم از یون های دیده هستند. خب دیده یعنی چی؟ فلزات معینی علیرغم عدم امکان تشکیل کاتیون های S2 و P2 در واکنش های یونی شرکت میکنن. یعنی میگه بعضی یون ها وجود دارن که وقتی یون میشن واقعا به S2P6 نمیرسن، با آرایش گاز نجیب نمیرسن، اما واقعا به یون تبدیل میشن. مثلا روی باید 12 الکترون از دست بدهد تا به آرایش گاز نجیب برسد، اما روی فقط با از دست دادن 2 الکترون و تشکیل زدن دوبار مثبت در واکنش ها شرکت می کنند. آرایش الکترونی ضد دوبار مثبت آرایش پایداری است. تمام لایه‌های فرعی مربوط به لایه خارجی یون ضد دوبار مثبت پر شده‌اند. سایر اتم ها یون هایی با آرایش NS2 NP6 ND10 مشابه با ضد دوبار مثبت میتونن تشکیل بدن. این یون ها رو بهش میگن یون های دیده. پس میگه همه یون ها، همون کاتیون یا آنیون هایی که ایجاد میشن، لزومی نداره که واقعا با آرایش گاز نجیب برسن، درسته؟ مثل عنصرهای واسطه. اکثر عنصرهای واسطه یون هایی که تشکیل میدن به آرایش گاز نجیب نمیشن، پس من نمیتونم اونها رو تو دسته اول یون ها بذارم، پس میتونم تو این دسته حالا قرارشون میدم بعضیاشونو، مثل یون های دیده. یون های دیده یعنی چی؟ یعنی اون یون وقتی ایجاد میشه تازه میرسه به دیده، نه به S2P6 که برای گازهای نجیبه، مثل زدن دوبار مثبت. حالا اگه خودتون زدن دوبار مثبت که از اتمی C8 رسمش کنید میبینید که لایه آخرش، حالا یکی مونده به آخرش که 3 دیده، اون آخری میشه 4S2. حالا اگه خودتونم رسم کنید، خب وقتی که ما 2 الکترون از دست بدیم، یعنی الکترون هایی که توی 4S2 هست رو از دست بدیم، ما میرسیم به آرایش دیده، درسته؟ پس میگه اینا هم یون های پایداری هستن، پس حتما لازم نیست یون های ما با آرایش گاز نجیب برسن. بعض وقتا به این آرایش دیده هم که میرسن پایدار هستن و یونشون پایدار و راحت تو واکنش ها شرکت میکنه. پس به این یون ها میگن یون های دیده. دسته سوم یون هایی هستند که معروفن به یون های دیده S2. مثل چی؟ مثل قلب. کاتیون SN دوبار مثبت تشکیل میده که نمونه از این نوع یون هاست. این آرایش الکترونی نیز یک آرایش پایدار است که تمام لایه‌های فرعی اشغال شده پر شدن، درسته؟ اگه شما SN رو رسم کنید، قلب رسم، این قلب رو میدونید که مال گروه 14 است. اگه رسمش کنید
آخر میرسید به 5s2 5p2. درسته؟ خب میگه SN دوبار مثبت پایداره. دلیلش هم چیه؟ چون قسمت p دو تا الکترونش رو از دست میده، میشه SN دوبار مثبت و لایه آخری که براش میمونه D'(S2). حالا میگه این هم آرایش پایداری هست که با توجه به اینکه با آرایش گاز نجیب نمیرسه قلب، باز میتونه پایداری خودش رو حفظ کنه و SN دوبار مثبت رو به راحتی ایجاد کنه. درسته؟ پس به این یون ها میگن یون های D'(S2). خب حالا من یه مثالم میزنیم تو این قسمت های یون ها. این مثال ما این هست که آرایش الکترونی یون های زیر را با مشخص کردن لایه های فرعی آنها بنویسید و بگویید جزو کدام دسته از یون ها می باشند. خب اینجا رو دقت کنید. مثلا Cu یه بار مثبت رو داده. ما اولین کاری که میکنیم Cu رو رسم میکنیم. حالا با توجه به آرایش فشرد من اینجا رسم کردم، آرگون 18 رو رسم کردم، بعدش 4s2 رو گذاشتم و بعدش CD9. درسته؟ میدونید که Cu جزء آرایش های استثنا هست و هیچ وقت به این حالتی که من کشیدم دیده نمیشه، بلکه همیشه به صورت آرگون CD 4s دیده میشه. جلوش هم نوشتم استثنا که بدونید. خب این که آرایش خود Cu هست، من کاری به این آرایش ندارم. گفته که Cu یه بار مثبت رو بگید. خب Cu یه بار مثبت یه دونه الکترون لایه خارجیش رو از دست میده، پس میرسه با آرگون CD10. درسته؟ خب حالا چون به CD10 رسیده و کاتیون تشکیل داده، گفته کاتیونش رو شما بگید جزء کدوم دسته از یون هاست. میشه جزء دسته یون های D10. شما 3 تا داشتیم، 3 تا رو توضیح دادیم، پس این میشه جزء دسته یون های D10. خب Cl منفی رو هم داده. شما Cl رو اگه خودتون رسم کنید میشه نئون 3s2 و 3p5. درسته؟ خب اما اینا Cl منفی رو میخوان، یعنی یه دونه الکترون بگیره، پس میشه 3p6. پس الان نگاه کنید، Cl منفی شما که یک آنیون هست، یه فرق نمیکنه، یه یون هست، شما آرایشش رسیده به چی؟ آرایش یون های گاز نجیب. درسته؟ بنابراین میشه S2P6 که به آرایش گاز نجیب رسیده، بنابراین به این یونه میگن یون های گاز نجیب. درسته؟ اون یکی بالایی هم که یون های D' بودن. حالا یه مثالی که از این ساده بود، البته توی کتاب اومده بود، ما استفاده کردیم. خب بریم سراغ مبحث بعدیمون به نام شعاع یونی. ما تا حالا در مورد شعاع اتمی صحبت کردیم. اگه یادتون باشه اول همین فصل گفتیم که ما شعاع اتمی رو وقتی یه اتم به صورت تکی هست نمیتونیم شعاع اتمیشو در نظر بگیریم، چون ابر الکترونیش رفته رفته داره کم میشه. بنابراین میایم و 2 تا اتم رو کنار هم هسته هاش رو اندازه میگیریم، فاصله بین این هسته و این هسته رو میگیم چی؟ طول پیوند. حالا اگه اتم ها شبیه به هم بودن میتونیم این طول پیوند رو تقسیم بر 2 بکنیم که بشه شعاع اون حالا اتمتون، و بعد حالا میتونیم شعاع اتم رو با اتم های دیگه مقایسه کنیم و برای اونها هم شعاع به دست بیاریم. اما الان میخوایم در مورد شعاع یونی صحبت کنیم. یعنی وقتی ترکیبات شما یون میشن، کاتیون ها و آنیون ها کنار هم قرار میگیرن، شعاعشون به چه صورت هست و چطور میتونیم اندازه گیریش کنیم. خب حالا من یه توضیح رو اینجا میدم خدمتتون. فاصله بین مراکز دو یون مجاور در یک بلور را میتوان با پراش اشعه‌ای ایکس تعیین کرد. یه دستگاه خاصی است که طول پیوندها رو میشه اندازه بگیریم. برای اغلب بلورها این فاصله برابر با مجموع شعاع کاتیون و شعاع آنیونه. درسته؟ پس طولی که اندازه میگیره از این هسته به این هسته توی یون ها برابر فاصله بین کاتیون و آنیونه، بنابراین میشه مجموع شعاع کاتیون و شعاع آنیون. اما تقسیم این فاصله به منظور به دست آوردن هر یک از دو تا شعاع کار آسانی نیست. یکی از راه‌های حل این مسئله مطالعه بلور متشکل از کاتیون‌های بسیار کوچک و آنیون‌های بزرگ مانند لیتیوم یودید است. خب میگه یه راهکاری که شما میتونید کاتیون و آنیون رو اندازه‌شو بگیرید اینه که بیاین یه کاتیون‌های خیلی خیلی کوچیک انتخاب کنید، آنیون‌های خیلی خیلی بزرگ. مثلا لیتیوم یودید. دیدید که لیتیوم خیلی کوچیکه، جز تقریباً دوره‌های اول هست. یودید جز دوره‌های آخر و حتی انتهایی ها هستن که بسیار هم بزرگ هست. خب در بلور LiI فرض می شود که یون های آی منفی به یکدیگر چسبیدند. نصف فاصله بین دو یون آی منفی برابر با شعاع یون آی منفی. خب منظورمون چیه؟ شما اگه کاتیونتون خیلی خیلی کوچیک باشه
زمانی که اطرافش آیه منفی قرار میگیره اصلا هیچ برهم کنشی یا نزدیک بودنی با اینا نداره، خیلی کوچیکه، در فضای بین به عنوان مثال چند تا یود گیر میفته و این پیوندی، طول پیوندی که ما میتونیم حساب کنیم میشه طول پیوند برای 2 تا آنیون. بنابراین چون برای 2 تا آنیون و شبیه به همه خیلی راحت میتونیم اون طول پیوند رو تقسیم بر 2 بکنیم و چیزی که برامون به دست میاد میشه شعاع اون آنیونه. درسته؟ پس یکی از راهکارها برای اینکه پیدا کنیم شعاع کاتیون آنیون رو استفاده از این روشه. اگه این مثبت بزرگ بود بنابراین این دوتا به هم نمیچسبیدن که من دقیق بتونم مقدار حالا شعاع رو به دست بیارم. اما در اغلب گروه‌ها یون‌ها به یکدیگر نچسبیدند، در نتیجه فاصله دی در شکل 97B را نمیتوان برای به دست آوردن شعاع یونی به کار برد. پس نگاه کنید این مورد خوبیه، چون اینقدر این کوچیکه که اینا به هم چسبیدن، پس نصف این میشه شعاع آنیون. اما میگه اکثرا اینجوری نیستن، اینجوری هن. یعنی کاتیون در مقابل آنیون که قرار گرفته، شما این دی رو هم که محاسبه بکنی نمیتونی بگی میتونم تقسیم بر 2 کنم و شعاع به دست بیارم، چون یه فاصله بین اینا افتاده. با به دست آوردن شعاع آیه منفی سایر شعاع‌های یونی را نیز میتوان محاسبه کرد. اگر فاصله بین مرکز یک یون، یعنی همون کای مثبت را و یک یون آیه منفی تعیین شود، دی پریم، نگاه کن اینجا و اینجا تعیین شود، شعاع یون کای مثبت را با کم کردن شعاع آیه منفی از فاصله کای مثبت تا آیه منفی میتوان به دست آورد. خب میگه پس این روش مناسبی نیست برای دی به دست آوردن. برای اینکه بخوام شعاع آنیون رو به دست بیارم، کاری که انجام میدید به همین روش، یک کاتیون خیلی خیلی کوچیک انتخاب میکنم و بنابراین میتونم شعاع آیه منفی رو به دست بیارم. درسته؟ خب شعاع آیه منفی که میگه به دست اومد، حالا میتونم بیام اندازه کاتیون رو خیلی راحت محاسبه کنم. شما فرض کنید اینا آی باشن و من دیگه شعاع آی رو به دست آوردم، آماده است. حالا شما میاد این فاصله رو اندازه میگیرید، فاصله چی؟ کاتیون، هسته کاتیون تا هسته آنیون. خب وقتی این فاصله که با دی پریم نشون داده شده شما اندازه بگیرید با دستگاه و این شعاع آنیون که همون آیه منفی هست رو ازش کم بکنید، دقیقاً شعاع کاتیون رو هم به شما میده. درسته؟ اینجا هم همین رو نوشتن، دی پریم برابر است با شعاع کای مثبت به اضافه شعاع آیه منفی. حالا دی پریم شما به عنوان مثال یه عدد بهش دادن، شعاع کای مثبت رو میخوایم به دست بیاریم. توی اسلاید قبلی هم در آوردیم آیه منفی به عنوان مثال 216 است. پس راحت میتونم شعاع کای مثبت رو به دست بیارم. درسته؟ پس با این روش شما میتونید شعاع یونی رو هم به دست بیارید. یک یون مثبت همیشه کوچکتر از اتم به وجود آورنده آن هست. درسته؟ جدا شدن یک الکترون و تشکیل یون کای مثبت نمایشگر حذف تمام لایه n برابر با 4 از اتم K است. به علاوه در یون مثبت تعداد پروتون ها بیشتر از الکترون هاست. در نتیجه الکترون های این یون به هسته نزدیکتر می شوند. به همین دلیل یک یون 2 بار مثبت بزرگتر از یون 3 بار مثبت است. خب حالا که در مورد شعاع‌های یونی خوندی، الان می‌خوایم یون ها رو با هم مقایسه کنیم. کلاً همه کاتیون ها نسبت به اتم خنثی خودشون شعاع کوچکتری دارن. این کاملا مشخص است، چون کاتیون وقتی الکترون از دست میده کل لایه رو از دست میده. و وقتی هم لایه از دست میده شعاع کوچیک میشه. پس تمام کاتیون ها نسبت به اتم خنثی شعاع کوچکتری دارن. حالا اگه بخوایم کاتیون ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، به عنوان مثال Fe 2 بار مثبت، Fe 3 بار مثبت، هرچه که ذره مثبت شما یعنی بار شما مثبت تر باشه شعاعش کوچیک‌تره. درسته؟ پس Fe 3 بار مثبت نسبت به Fe 2 بار مثبت شعاع کوچیک‌تری داره. حالا ما بیشتر از معمولا 3 بار مثبت نمیتونیم تهیه کنیم. فقط دقت کنید اون کاتیون ها رو که میخواین با هم مقایسه کنید، هر چه بار مثبتش بیشتر باشه یعنی بیشتر الکترون از دست داده، نه تنها لایه‌اش از دست داده بلکه بار مؤثر هسته نسبت به الکترون ها زیادتر میشه. بنابراین شعاعمون کوچکتر میشه. پس از بین Fe 2 بار مثبت Fe 3 بار مثبت Fe 2 بار مثبت شعاع بزرگتری داره. حالا در مورد منفیات چی؟ یک یون منفی همیشه بزرگتر از اتم به وجود آورنده است. دقیقاً برعکس اون حالتی که ما بر کاتیون بیان کردیم،
برای آنیون ها صادق هست. یعنی شما هر چه بار منفی به یه اتم خنثی یا به اتم نزدیک کنید و بیشتر کنید، باعث میشه که این دافعه به وجود بیاد و این دافعه باعث بزرگتر شدن اون یونه نسبت به اتم خنثاش میشه. درسته؟ پس میتونیم بگیم تمام آنیون ها نسبت به حالت خنثی خودشون که اتم هست میتونه شعاع بزرگتری داشته باشه. افزایش یک الکترون به کلور و تشکیل یون Cl منفی منجر به دافعه الکترون های ظرفیتی و گسترش لایه مربوط به اونها میشه. پس اگه بخوایم به صورت آنیون رو با اتم مقایسه کنیم، میتونیم که بگیم آنیونمون از اتم ها در حالت خنثی شعاع بزرگتری داره. حالا اگه بخوایم خود آنیون ها رو هم با هم مقایسه کنیم، هر چه که آنیون من زیادتر بشه، یعنی بار منفی من بیشتر باشه، خب میتونم بگم که شعاع من بیشتر افزایش پیدا میکنه. بریم سراغ فکر کنم مبحث آخریمون هست، نامگذاری ترکیبات یونی هست. خب نامگذاری ترکیبات یونی که تقریبا میدونید، ما فقط یه مرور میکنیم براتون. برای نامگذاری ترکیبات یونی ابتدا نام کاتیون که یون مثبت هست، بعدش هم نام آنیون رو می‌نویسیم. درسته؟ خب کاتیون ها چی هستن؟ اغلب کاتیون ها یون های تک اتمی هستند و معمولا فلزن. اگر فلز فقط یک نوع کاتیون تشکیل بده، نام یون و نام فلز یکسان خواهد بود. مثلا Na مثبت میشه یون سدیم، Mg دوباره مثبت میشه یون منیزیم. فقط یک کلمه یون میارین جلوش، وگرنه با فلزش دقیقاً اسمش یکسانه. خب برخی فلزات بیش از یک نوع کاتیون تشکیل میدهند. در این موارد تشخیص بین کاتیون ها ممکن است با اشاره به بار آنها صورت بگیرد. بار کاتیون به وسیله یک عدد رومی که در پرانتزی بعد از نام فارسی فلز میآید مشخص می شود. به عنوان مثال، مثل رو که میدونید مثل یه بار مثبت داریم و مثل دو بار مثبت. مثل یه بار مثبت میشه یون مثل یک، درسته؟ با عدد رومی نشون میدیم. سی دو بار مثبت هم که میشه یون مثل دو. در یک روش قدیمی برای تشخیص یون‌های حاصل از یک فلز، انتهای نام آن فلز رو تغییر می‌دادند. در مواردی که نماد عنصر از لاتین گرفته شده باشد، از نام‌های لاتینی استفاده می‌شد. پسوند O در نام یکی از دو یون دارای بار کمتر و پسوند X در نام یون دارای بار بیشتر به کار می‌رفت. پس در قدیم این کار نمی‌کردن که بگن مثل یک مثل دو. اونی که یک بود، یعنی حالا یک که نه، اونی که پایین‌تر بود، حالا یونش تعداد یونش کمتر بود، با او نشون میدادن، میگفتن کوپرو، حالا به مثل میگفتن کوپر، حالا به واژه لاتینیش میگفتن. پس او اضافه میکردن، یعنی سیوی مثبت، به صورت سیوی یک بار مثبت. اما ایک اضافه میکردن، یعنی که سیوی دو بار مثبت. پس اونی که تعداد بارش کمتر بود رو او اضافه میکردن به اسمش، اونی که تعداد بارش بیشتر بود ایک اضافه میکردن، میگفتن یون کوپرو، یون کوپریک. حالا شاید شنیده باشید برای Fe دو بار مثبت، Fe سه بار مثبت که رفتی تو آزمایشگاه حتما متوجه میشید، میگن یون فرو، یون فریک. درسته؟ خب اینم که لام لاتینش هست دیگه، آهن نمیگفتن. پس میشد یون فرو یعنی Fe دو بار مثبت، یون فریک هم یعنی Fe سه بار مثبت. روی اون حتی الان جعبه هایی که هستن برای Fe دو بار مثبت، Fe سه بار مثبت، دقیقاً همین عبارت نوشته شده، یون فرو، یون فریک. پس بدونید اونی که او داره یعنی تعداد بار مثبت کمتر و اونی که ایک داره تعداد بار مثبت بیشتری داره. توجه کنید که در این روش بار به صورت مشخص داده نشده و این روش رو برای فلزاتی که بیش از دو نوع کاتیون مختلف تشکیل میدن نمیتونیم به کار ببریم. درسته؟ مثلا شما که اینجا میگی یون مثل یک مشخص کننده اینه که یه بار مثبته. یون مثل دو میشه یعنی دو مشخص کننده این دو بار مثبته. اما توی این من فقط میگم که کوچیک‌تر، بزرگتر. نمیگم این کوچیک‌تره حالا دو بار مثبته، ممکنه دو بار مثبت و سه بار مثبت با هم مقایسه کنم، ممکنه یه بار مثبت با دو بار مثبت مقایسه کنم. پس به ما نمیگه کدوم چه عددی داره، فقط میگه این کوچیک است، این بزرگ است. درسته؟ این یه اشکال بعدی هم اینه که ما اونایی که بیش از دو تا کاتیون تشکیل میدادن که اصلا نمیتونستیم نامگذاری کنیم، فقط دو تا کوچیک و بزرگ رو میتونستیم نامگذاری کنیم. پس اگه تعداد بیشتر یون تشکیل میشد ما نمیتونستیم به این روش شماره گذاری رو
نامگذاری رو انجام بدید. فقط این روش رو من به این دلیل بهتون گفتم که اولا قدیمی هست، بعد توی آزمایشگاه و توی کتاب‌های لاتینی که حالا انشالله میخونید حتما این موارد رو میبینید، حالا بدونید دلیل اصلی چیه و معنیش چی هست. خب یون‌های چند اتمی هم داشتیم، مثل یون آمونیوم که همون انحاشار مثبت، یون مرکورو یا مرکوری 1 که همون Hg2 دوبار مثبته. این یون یه تقریبا یون جدیدی هست، یادش بگیرید. یون Hg2 دوبار مثبت بهش میگن مرکوری 1. حالا چرا بهش میگن مرکوری 1؟ ما که دوبار مثبت داریم، زیرا میتواند به صورت 2 تا یون Hg مثبت در نظر گرفته بشه. درسته؟ پس به این دلیل بهش میگیم مرکوری 1 که این خودش متشکل از 2 تا Hg مثبت، متشکل از Hg مثبت هست که 2 تا کنار هم قرار گرفتن. پس به این دلیل بهش میگیم چی؟ مرکوری 1. حالا در مورد کاتیون ها گفتیم، بریم سراغ آنیون ها. آنیون های یک اتمی یا همون تک اتمی از اتم های نافلزات به وجود میان. نام این آنیون ها را با جانشین کردن پسوند معمولی نام نافلز با ید یا اید میتوان به دست آورد. مثلا Cl منفی کلور هست دیگه، بگیم کلورید. اوی دوبار منفی اکسیژن هست، بهش میگیم یون اکسید. N 3 بار منفی رو میگیم یون نیتریک. البته تمام یون هایی که نام آنها به ید یا اید ختم می شود نافلز نیستن. برخی از آنیون های چند اتمی نیز به این پسوند ختم میشن، مثل Cn منفی یون سیانید، OH منفی یون هیدروکسید، O2 دوبار منفی که بهش میگن یون پروکسید. پس دیگه همیشه اینجوری نیست که اون ایدی که ختم میشه حتما یه نافلزیه که بار منفی داره، ممکن اصلا یون چند اتمی باشه. تمام اینها رو توی این کتابتون هست و نام‌های مختلف کاتیون و آنیون رو نوشته، حتما به خاطر بسپارید که بعد نامگذاری دیگه توی این قسمت مشکل نداشته باشید. ما شما قبلا یه تقریبا یون‌هایی چه کاتیون چه آنیون محدود می‌خوندید، اما اینجا خب دیگه محدودیتی وجود نداره. تمام آنیون‌ها و کاتیون‌هایی که وجود دارن و به درد می‌خورن و میشه به عنوان ترکیب استفاده بشه توی جدول کتابتون توی این فصل هست. خب ترکیباتش رو نامگذاری کنید. حالا من چند مورد رو به عنوان مثال آوردم براتون. مثلا Fe2O3 که میشه آهن 3 اکسید. اگه شما این عدد رومی رو نذارید خب میتونم بگم اصلا جوابتون جواب درستی نیست. سرب 2 کربنات، نقره فسفات، آمونیوم سولفید، درسته، مس 2 سیانید و منیزیم نیترات، درسته. اینجا هم که کوبالت 3 هست سولفید. حالا ما برعکسش رو میخوایم به صورت ساختارش رو حالا بنویسیم یا فرمول شیمیاییش رو بنویسیم. خوش گفته کوبالت 3 یعنی کوبالت 3 بار مثبت. سولفید هم که میدونید 2 بار منفی، جابجا میکنیم میشه CO2S3. آمونیوم استات که آمونیوم انحاشار مثبت، استات هم که CH3COO منفیه، چون هر دو یه بار مثبت و یه بار منفی داریم با هم حذف میشن و کنار هم قرار میگیرن. حالا معمولا بچه‌ها میگن ما قرار کاتیون رو این سمت بنویسیم، آنیون این سمت بنویسیم. فقط برای استات معمولا این حالت پیش میاد که چون یه تقریبا میگیم بنیان عالی شکل هست، معمولا فقط استات هست که طبق روال حالا آنیون رو سمت چپ می‌نویسن و کاتیون رو سمت راستش می‌نویسن. مثل ترکیب صابون ها اگه یادتون باشه همینجور میگفتیم ACOO مثلا NA، چون ترکیبات عالی هستن معمولا آنیونشون سمت چپ نوشته میشه. یعنی در حالت کلی بقیه‌اش به همون حالتی هست که کاتیون سمت چپ و آنیون سمت راست. آلومینیوم سولفات که میشه Al2 SO4 3 مرتبه و باریوم کربنات به عنوان مثال و پتاسیم آرسنات. آرسنات هم عمدن آوردم براتون، یه آنیون جدید هست. خود آرسنات میشه AsO4 3 بار منفی. وقتی میخواد در کنار پتاسیم که یه بار مثبت قرار بگیره، بار مثبت این برای این که تقریبا چون یک هست ما نمی‌نویسیم و 3 بار منفی این میره زیر بند کا قرار میگیره که واسه میشه KCASO4. نمونه خیلی خیلی زیادی توی کتاب مثال زده، هم به عنوان تمرین هم به عنوان حالا مثال توی کتاب هست. حتما بخونید و انشالله بیشتر با این ترکیبات آشنا بشید. خب این جلسه هم به پایان رسید. من دیگه تا همینجا برای شیمی عمومی یکتون در نظر گرفتم، چون نمیخوام حالا مطالبتون خیلی زیاد بشه برای امتحان پایان ترم اذیت بشین. تا همینجا کافی هست. پس تا انتهای فصل 7 که من الان درس دادم خدمتتون، انشالله برای امتحان پایان ترم شیمی عمومی یکتون هست.
من ادامهش رو توی تاریخ فلسفه حالا ادامه میدم، چون اون دفعه هم گفتم خدمتتون میخوام مباحث رو کامل درس بدم خدمتتون که برای ترم‌های بعد مشکل نداشته باشید. پس فصل 8 رو و حالا سعی میکنم فصل 9 رو هم انجام بدم. انشالله این 2 تا فصل رو توی تاریخ فلسفه درس میدم. برای همون تاریخ فلسفه هم امتحانش رو میگیرم. شما اصلا کار نداشته باشید، من اونجا درس میدم، توی تاریخ فلسفه هم امتحانش رو میگیرم، چون نمیخوام امتحان شیمی عمومی یکیتون حالا زیاد بشه. پس اینجا تا فصل 7 من درس دادم. حالا چون تاریخ فلسفه من آزاد هستم که مباحثی رو بگم، بهتر دیدم که روی مقدار از مباحث خود تاریخ فلسفه گفتم براتون، من بهتر دیدم که بقیه از چون خودم آزاد هستم بیام از شیمی عمومیتون بگم که دیگه تو این قسمت انشالله مشکل نداشته باشید. پس هر کدوم سر جای خودشون امتحانشون گرفته میشه. هر جلسه توی شیمی عمومی یک گفته شده توی شیمی عمومی یک ازش امتحان میگیرم. هر مبحثی هم که توی شیمی عمومی توی تاریخ فلسفه گفته انشالله توی همونجا براتون امتحان گرفته میشه و نوبتون ثبت میشه. خب پس موفق و مؤید باشید. این جلسه آخر دیگه شیمی عمومی یکتون بود. سعی میکنم یه جلسه آنلاین دیگه هم بذارم برای رفع اشکال این فصل که انشالله اگه اشکالی چیزی هست خیلی سریع رفع بشه و دیگه مشکلی تو این درس نداشته باشید. دیگه انشالله ادامه میدیم توی تاریخ فلسفه و انشالله اونم که سریعتر به پایان برسه. موفق و مؤید باشید و خدا نگهدارتون.